امروز میخوایم بریم سراغ یه گوشی اقتصادی از برند هانوفر مدل اشتری که جزو ارزون ترین گوشی بازار ایران به حساب میاد. هولوش زیر 5 میلیون تومان قیمتشه و برای برند ایرانی هانوفره. برو که بررسیشو داشته باشیم. من جمال پوستی هستم و اینجا پیج هانوفره. حتما پیج ما رو فالو داشته باش، چون ویدیوهای بررسی بیشتری هم تو راهه. هر سوالی هم در مورد راهنمای خرید گوشی داشتی ما در خدمتتونیم. برو بریم سراغ جعبه گوشی، ببینیم داخل جعبه گوشی چی داره که براتون بررسیش کنیم. طراحی جعبهش خیلی شیک و ساده و محکمه و خیلی ظریف. لوگو و مدل گوشی روش حک شده. داخل جعبهش یه گارد سیلیکونی بیرنگ هست که کیفیت خوبی داره، به همراه یه گلس که برای محافظت از صفحه نمایش میتونید ازش استفاده کنید، و یه شارژر و یه کابل شارژ که یه سرش تایپ A و یه سرش هم تایپ C. یه هندزفری با جک 3.5 میلیمتری هم باز داخل جعبهش هست. چیزایی که خیلی وقت از اکثر گوشی‌ها حذف شده و دیگه داخل جعبه هاشون نیست. هانوفر اشتری توی 2 تا رنگ بندی عرضه میشه. این یکیش رنگ آبیه و اون یکی هم رنگ مشکیش. هر کدوم از این رنگ‌ها جذابیت‌های خاص خودشونو دارن که اینجا ملاحظه میکنید. گوشی خیلی سبک و خوش دستیه، وزنش تقریبا 200 گرمه. چون وزنش کمه تو استفاده های زیاد اصلا باچ دستتون در نمیگیره. چیدمان دوربیناش بالا سمت راست گوشیه و با ظرافت و جزئیات خوبی کنار هم قرار گرفته که باعث شده جذابیت گوشی چندین برابر بشه. پنل پشتی هم طراحی اقیانوسی داره که با گرفتن تو دست قلبتون رو مرمور میکنه. پایین پنلش هم لوگوی هانوفره و دیگه پشتش هیچی نداره. پشت و جلوی گوشی تخته، لبه هاش هم تخته به نسبت، و به صورت کلی طراحی جالب و جذابی داره. توی پنل جلویی هم اون بالا دوربین سلفیه. لبه سمت راست دکمه پاور و کم و زیاد کردن صدا و حسگر از سرانگشته. لبه بالایی هم واقعیتش هیچ خبری نیست. لبه سمت چپ خشاب سیم کارت داره که جای 2 سیم کارت به همراه حافظه میکرو SD هست. لبه پایینی گوشی هم اسپیکرها رو داریم، درگاه شارژ، میکروفون و جک 3.5 میلیمتری. بریم سراغ نمایشگرش که نمایشگر 6.5 اینچیه با رزولوشن 720 در 1600 پیکسل و تراکم پیکسلی 269 که به نسبت قیمتی اقتصادی که داره نمایشگر خوبی به حساب میاد. اما برسیم به بخش باتریش که یه باتری 4000 میلی آمپری داره که با توجه به نمایشگرش یه روز کامل جواب میده بدون هیچ مشکلی. شارژر گوشی اشتری 7.5 واته که با توجه به مدل داخل بازار خیلی میتونست بهتر عمل کنه، اما در کل انتخاب معقولیه با توجه به قیمتش. جنس کابل و کلگیش هم واقعا عالیه. هانوفر برای این گوشی از اسپیکر مونو استفاده کرده که حجم صداش خیلی زیاده، خیلی خوبه، اما خب تو جزئیات و ظرافت صدا یه ذره کمکاری کردن، ولی خب باز میگم با توجه به قیمتش باز قابل قبول و منطقیه. اشتری با اندروید 13 عرضه شده و UI به شدت ساده و روونی داره. قابلیت آپدیت به نسخه‌های جدیدتر هستش و نوتیفیکیشن ها، سرعت عمل، همه چی خیلی ساده و روونه و هر کسی میتونه با این گوشی کار کنه و یکی از نقاط قوت این گوشی همین UI به شدت ساده و روونشه. سرعت عمل گوشی هم برای انجام کارهای روزمره مثل چک کردن برنامه ها، تماس ها، پیامک ها عمل کرده میشه گفت خوبی داره، چون از پردازنده میدیاتک 6739 استفاده کرده و یه رم 3 گیگابایتی هم داره به همراه حافظه 64 گیگابایتی که میتونید با استفاده از میکرو SD کارت هم این مقدار رو بیشتر کنید. یکی دیگه از قابلیت‌های اشتری حسگر سرانگشتشه که روی دکمه پاور سمت راست گوشی قرار داره که تو این رنج قیمتی تو کمتر گوشی به چشم میخوره و میشه حسگر رو یه مزیت بزرگ حساب کرد که واقعا عملکردش خیلی دقیق و مطمئنه و قفل گوشی رو کمتر از 1 ثانیه باز میکنه. بریم سراغ دوربین گوشی اشتری که یه دوربین 12 مگاپیکسلی داره و تو این بازه قیمتی به نسبت عملکرد خیلی خوبی داره. وقتی دارید عکس‌های نزدیک رو نگاه می‌کنید، می‌بینید که جزئیات خوبی ثبت شده و رنگ‌ها نسبتاً طبیعی و زنده هستند. البته بهتره بدونید که فوکوس دوربین خیلی سریع نیست، پس وقتی عکس می‌گیرید بهتره گوشی رو ثابت نگه دارید تا عکس شارپ و واضح باشه. اگه از فاصله دور عکس بگیرید، کیفیت کمی پایین‌تر میاد و جزئیات کم میشه. همچنین نویز تصویر بیشتر میشه. پس برای ثبت عکس‌های بهتر، نور کافی خیلی مهمه. فیلمبرداری این گوشی هم کیفیت HD داره که برای کلیپ‌های روزمره و معمولی مناسبه، ولی انتظار کیفیت 4K یا حرفه‌ای نباید داشت. دوربین سلفی هم یه سنسور 5 مگاپیکسلی داره برای تماس‌های تصویری، عکس‌های ساده یا استوری گرفتن. به طور کلی دوربین این گوشی برای استفاده روزمره عالی و مناسبه، مخصوصا اگه نور مناسبی باشه و فاصله سوژه هم نزدیک باشه. در نهایت اگه دنبال یه گوشی اقتصادی
با قیمت مناسب برای کار روزمرت هستی و بودجت هم محدوده، هانوفر اشتری دقیقاً همون گزینه‌ایه که دنبالش می‌گردی. علاوه بر اینا 3 ماه بیمه تعویض داره، یعنی تو 3 ماه اول هر اتفاقی براش بیفته گوشی تعویض میشه. جدا از اون 18 ماه هم گارانتی رسمی شرکتی داره که خیالت رو از بابت خدمات راحت میکنه. اینجا هانوفره و ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و پیجمون رو فالو کنید.